بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و روزگار هم بر وفق مرادتون باشه. اینجا منطقه چاهلی از بخش جلگه چهارشم شهرستان دلگان هستش و با یک گزارش در خصوص کشاورزی و محصولات و تنوع محصولات کشاورزی در این منطقه میخوایم با شما همراه باشیم و در مورد محصولات کشاورزی این منطقه به خصوص در این ایام که فصل برداشت خرما هم هست و کشاورزی خوب و با کیفیتی که اینجا به هر حال داره یک گزارش رو تقدیم حضورتون میکنیم. با ما همراه باشید، میریم و یک بخش کوتاهی رو میبینیم و مجددا برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. چیزی که در این منطقه در دهستان چاهلی بخش جلگه چهارشم توجه منو خیلی به خودش جلب کرد، فراوان بودن آب و به راه بودن کشاورزی و باغ و نخلستان هایی بود که انواع و اقسام محصولات خرما اینجا ظاهرا داره کاشت و برداشت میشه. حالا میخوام با یکی دو تا از کشاورزای منطقه هم گفتگویی رو ترتیب بدیم و از تنوع محصولات کشاورزی در منطقه چاهلی بخش جلگه چهارشم ان شاءالله گزارشی رو تقدیم و حضورتان بکنیم. آینا رو وقتتون بخیر، خسته نباشید. رو به دوربین پایگاه اطلاع رسانی معیارجل از محصولات کشاورزی اینجا الحمدلله آب خوبی هم داره. من موتور آب خیلی دیدم، آب شیرین و با کیفیت. بفرمایید که در این منطقه بیشتر چه محصولاتی کاشت میشه و اصلا الان هم فصل برداشت خرماست و در مورد تنوع محصولات خرما اگر صحبتی هست برای ما بفرمایید. خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون. درست میگید، بله. آب چاهلی یکی از شیرین ترین آبها توی منطقه هست که واقعا آدم هر چقدر این آب بخوره سیراب نمیشه این آب. بعد در مورد محصولات کشاورزی، محصولات خرما هستن. خرمای مضافتی ما داریم، خرمای ربی ما داریم، بعد خرمای حلیلی ما میگیم حلیلی هستش. بعد یکی از محصولات که اینجا هست محصولات جالیزی هستش که تقریبا 1 ماه 2 ماه پیش فصلشون تمام شد، مثل هندوانه، مثل خربوزه، مثل گوجه فرنگی. بعد امسال تقریبا بالای 250 تا 300 هکتار زیر کشت محصولات هندوانه و خربوزه بوده. آیه جلالزی، آره، من راجع به هندوانه منطقه جلگه بگم که اصلا قطب صادرات هندوانه در کشور هستش و حتی خارج از کشور هندوانه این محصول این منطقه به کشورهای اروپایی، من همون موقع میگذاشت گرفتم به کشورهای مثل ایتالیا، کانادا، حتی ترکیه. بعد محصولات گندم هم ما داشتیم اینجا، ولی خب متاسفانه با توجه به این که بحث کشاورزی مثل کود و بعد تراکتور و اینا هزینه‌اش اینقدر سنگین شدن، یعنی در واقع برای کشاورز صرف نمیکنه که بره به طرف مثلا گندم یا به طرف یونجه و یا از نظیر محصولات. کشاورز هم مجبور ریسک رو قبول کنه بره به طرف محصولات جالیزی، حالا یا سود میکنه یا اینکه ضرر میکنه، که الحمدلله امسال که اصلا سودی برای کشاورزا نبود. بعد یکی از محصولات هست مثل همین الان که اینجا هستیم درخت حنا هستش. میشه بشینیم که بتونیم تصویر خوبم بگیریم؟ این ببخشید، این محصول حنا هستش، حنای دلگان و حالا شهرستان‌های حوزه دلگان، منطقه دلگانی حنای معروف هستش رو امسال هم که در بازارهای مختلف استان هم من خودم دیدم که به فروش میرفت. توضیح میدی در مورد محصول حنای اینجا؟ این یه محصول درخت حنا، تقریبا اینو 20 روز پیش فکر کنم بریدن و جمع کردن، بعد خشک میکنن داخل گونی میذارن. خرمای مضافتی ماشاءالله پر آب و پرملات درجه 1 در خدمت
یکی از کشاورزان هستیم واجه. حال شما چطوره جوری واجه؟ الحمدلله حال شما خوبین؟ سلامت. سلامت. به خورما مضافتین دیگه، باغ هم مال شما دیگه نه؟ خورما مضابطین، باغ مال ما. توضیح بده به ما که اصلا چطور الان وضعیت شما؟ الان وضعیت ما شما گنده در حال حاضر خورما ما گوات کلا زده خرابی کرده. محصول خوبه، فقط این بران گوات بوده خراب. سالا قبل خوب بوده، بهترین یعنی باغی که بوده همین باغ ما بوده خب. ولی امسال بادایی که یاته شان کلا زده خرابش کرده. بعد یعنی همین خورما هوشه ما 30 کیلو 40 کیلو هر هوشه ما 30 کیلو برداشت. ماشاءالله. خوب. بعد امسال نه، امسال که حالا باد زده که فعلا خراب بوده. الان به مثلا قیمتی الان کیلو چند کردن بازار خورما؟ والا دلال الان یا دلال بازی یا هم گوش آقا باغ بده اجار 20 میلیون 30 میلیون، مثلا 100 تا نخل خورما هر یکی 5 تا 6 تا هوش ما بسته گوش آقا بده ما رو په 20 میلیون 30 میلیون. بعد هم با این شرایط نصرفی ما هم این که زحمت الان همین مچ بندی ما هر مچی 35,000 تومان فقط دادیم بسته انتش. خب هر مچی هم 15,000 پکت یه وارش داده، یعنی بوش داده. بعد دیگه حالا تشیه جمع به جمع ما مچی بدیم پر خب با حساب که شما دیگه هیچی در نیت هست، چیزی نمانی، فقط دلال بازی. اصلا این دلال هم یک متاسفانه موزلی بودم، مثلا 20 میلیون بلوت اجاره بکنه. خب چیزی واقعا برای کشاورز زمانی که بلوت سود بکنه، مثلا زحمتی پای شما کشاورزانه دیگه. دلال یه متاسفانه دیگه یک قیمتی دن کشاورز هم مجبور ریسک بکنه. اگر مدن تی ممکنه به مانی و مشتری مبی ضرر بکنه، اگر هم بدن تی با قیمت پایین متاسفانه باز هم ضررم و مثلا عادلانه نه. مضافتی دارین، ربی دارین، هلیله دارین، دسکی هستین، بعد ربی سرچه‌ای هستین. آن شان گوشه ما آزاد، فقط این مضافتی کمی قیمتی خوبه، ولی آزاد آن مثلا کیلو 1000 1500 تا 2000 گشتر نبره. شیه پاری قیمت جتت مثلا جهات کشاورزی دلگان جتتی 12,000 ادان دلال ما دسته بورتی 10,000 تومان. دلال بازی مثلا گشتر نبرند. ما چاره ما خورما و بیله خراب بیته، مجبوری هم بدینی دیگه، راه چاره ای نداره. انشالله که خداوند به هر حال در محصول شما خیر و برکت بدن و کمتر دیگه ما شاهد مشکلات شما ببینیم و انتظاریم که از مسئولین هستن. چون صحبتی تا با مسئولین ما از مسئولین گلایه داریم که آقا مثلا یه کاری بکنن دست دلال قطع ببیته. همین خورما ما یه جا بسته بندی یا کارخانه یا جایی به دسته به قیمت خوبی مثلا به فروش برسینه، ادان دلال که یه آقا ما مجبوریم بدیم. ولی زمانی که ما اطمینان بدارن کسی خرید مثلا گیبتی به بها ما دیگه ندین به دلال. ولی از مسئولین تقاضا دارن که آقا بی کاری کنه دست دلال قطع ببند، لااقل ما ضرر مکنه که این همه زحمت این همه چیان تلاش کنه. انشالله به امید خدا. ممنونیم از این که ما رو در این گزارش همراهی کردید. در جا که هستید صحیح و سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارتون باشه. من این خورما رو هم بخورم که واقعا خوشمزه است. سعی می‌کنیم از این کشاورز خوبمون هم یه مقدار خورما بگیریم که جای شما هم انشالله بتونیم میل بکنیم. هر جا که هستید صحیح و سلامت و تندرست باشید. خدا یار و یاور و نگهدارتون باشه. بدرود.